شاید در آینده با بهونه شما یک زن دیگه میگیری دعوا که کردن بگو اخی خراب پختنه میتونه یا زنی کباب گرفتن با هز نیم هز و نیم چونی گفتیم ده ببینه این کمبودی نیست این نعمت خداه شکر کردن در دنیا زنی هست که کمبودی نداشته باشه چه جایی زن غیر همین پیغمبر و انسانی هست که یکون کمبودی و نقصان نداشته باشه حتما همه داره یک کاری خوب داره یک کاری بد داره همیشه نگاه کردن در کار که کار خوبش زیاده یا کاری بدش در همون پله ترازو نگاه کرد اگر همین ناموس را حفظ میکنه خانه تا نگاه میداره فرزند تا نگاه بین میکنه با خدا قسم این همه پله را دیگه میپشونه دیگه کمبودی ها دیگه را میپشونه سبحان خدای بزرگ میگه و عاشرهن بالمعروف با زنها با نیکی با معروف معامله کنه زندگی کنه طبق شریعت غرای محمد صلی الله علیه و سلم زندگی و معامله کنه و این کریهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا اگر حتی میگه همون زن به شما معقول هم نشوه یکون خصلتکش نفوریتونم چی بسا حالتهای میشوه که شما چیزی را نمیخواهید دوست نمیداره معقولی دلتون نیست و خدای تعالی در اون میگه خیری کثیر من گفته کردگی بسیار خیری زیادی داره از اون میومد ولی این اندک پندکش باید دیگه نکنی شکرانه نعمت پروردگار کردن در کار که خدای تعالی ای جنسی خودمون برامون زن خلق کرده است که در نزدش آرام میگیریم این مرد به زن میتونه این جوانای سلمه ولی نمیفهمن و اوچه دارن اپا دارن خونه دارن یا شن ولی الگوریتم کنترل کردن میتونن خیال میکنن که به زن هم میشود والله مرد به زن نمیتونه اینا قسم خونشی خورده زنک به مرد میتونه مردش هم میگیره دیده زنک های هسته که شو نمیتونه نه که مرد به زن آیسته آیسته پژمرده میشود خار میشود عذاب در گرفتار میشود همون زندگی در نظر شو میشود چی بسا کارایی هسته که فقط به زن خودش باید بگه به غیر زن هیچ کده گفته نمیتونه بیچاره در پیش کلنش گپ زده نتونه در پیش دخترش گفته نتونه بعضی کاری هست با پسرت گفته نمیتونه این مردک در پیش زنی خودش میگه همون زنک میبردورش پوشاننده همه همی کبود و نقصان مردک همون زن شد مرد به زن نمیتونه پس شکرگزاری نعمت خدا را کردم در کار که خدای بزرگ این نعمت برام داده است و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها یکی از نشانه‌های اعجاز خدا قدرت خدا رحمت خدا نعمت و برکت خدا برای شما ای مردا این است که از جنس خود برای شما را زن آفریده است تا اینکه در نزدش آرام بگیره و جعل بینکم موده و رحمه در میان شما و در میان زنات و محبت رحمت برقرار کرده است محبت خیلی در جوانی میشوه حسن تراوت داره حسن جمال داره ببینش بردک اوخی زنی خوب صالحه باشه هر وقت مرد او را دیگه رخشه در جنت پرستویت میکنه چه مستور باشد زن خوبروی با دیدار او در بهشت است شوی سبحان الله اما وقتی که سین سال به جای رسید وقتی که میون کوز شید دندانا ریختن دیگه حسن تراوت نموند روحا پژمرده شدن و خدای تعالی هم یک رحمتی را در بین برقرار میکنه که با قدرت پروردگار با شرافت همون رحمت ببینه برای همین مسافده عزیزترین شخص در زندگیش هم کامپیوتر شد خونه پری فرزند نبیره و ابیره اوچتون کو اول سوالی که میتا اکی جای بیه اوچتون کو عمرم کامپیوتر دوست میداره همین فشفش یا کامپیوتر برای او حقیقتا از دنیا و نوش نعمت دنیا بالاتر است با خاطر چی با خاطر همون رحمتی که پروردگار در بینش برقرار کرده است تصور کنه که سالیان طولانی مرقتی کامپیوترش یک جا زندگی میکنن یک خوراک هم میخورن محیط رفتار و کردار و محیط شو یک با هم دیگر هم انس میگیرن که مانند میشون و آهسته با هم دیگر همین تاثیر محیط میرسن به اهلش یک همسایه داشته خدا رحمتش کنه ولی بود است در نوبتی پودا به در قزاقخانی ما وقتا نوحیه بیلی را نگاه میکرد رودکی را اما علیه قزاقخان نوبتی پودا ما بچه بودیم نوبتک پودا میرفتیم با نوبتی ما قطعی همون میغلطیده دکست ده همسایه مقصد ما میگو که ما همین لوبای گوی قزاقخانه همین تا بینو میفهمون گوی کیه
بعد یک گوه نشونش داده من گوی کیه ایستاد گوی فلانی گفت خوناباد توغری گفت آخه 80% توغری گفت هم پرسیده من گفتم ای کجا میدونی اکا همین چیزا ای کجا میدونی گفت که همین صاحب شد خراکترش همین صاحب شد اون لوانده بیرن گوی فلانی رو خیلی تری لوانده اونم خونه سوخته اقام میته صاحبش هم تری اقام میته نو آروم ای قراره و هم یک محیط که هسته حیوان هم میگه با همون صاحبش عضو بگیرد بعضی الفاظات همون رو میگیرد چه برسه بزن زن بخوی نخوی با همون شوهرش اویسته شبیه میشود یا نه میشود برای همین شکرگزاری نعمت پروردگار را کردن در کار طاعت عبادت خدا را کردن در کار من مرد حقیقی که را میدونم در وقتی ببینه که زن نماز نمیخونه خشم غضبش بالا شود وقتی ببینه که زن یگان کاری غیر شرعی میکنه خشم غضبش بیاید این کاری دنیا این همه شیدنی هست این هنر نداره او هنر مثل استوخی میشود اگر هم زرک دنیاگیر هم باشه هیچ وقت او را با اوچت برابرش نمیکنی که دویم هم حواس شکراوی اوچه خطه میخریم کروتوی اوچت هم میخریم همه خیلی خویده مردک هم میاد نگی او خیلی بگذار همون خرم نباشه و همون چینی خودش میشه او برای فرزندوی خچای همه بهتره اما وقتی که حکم خدا را رعایت نمیکنه سطر نمیکنه به فرمان شوهر کوچه به کوچه میگردد و خدا قسم برای اون مرد که در همین دنیا علاقه همین عذاب و عقوبت شد دوزخش در همین دنیا هست زن که در کوچه ها بتک باشد زن نباشد که مودسک باشد زنی بعد در سرای مردی نکو هم در این عالم است دوزخی او زینهار از قرینی بعد زینهار و قینا ربنا عذابنا از همین خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امت را توصیه داده است که زن برای دین و دیانتش بگیره حدیث متفق علیه است بخاری و مسلم شیخین روایت میکنند رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود تنکح المرأة لاربع زن به خاطر 4 چیز میگیرد لمالها ولی حسبها ولی جمالها ولی دینها زن یا برای مال و ثروت دنیاش میگیرن یا برای وظیفه و منصب پدرش میگیرن یا برای حسن جمال ظاهریش میگیرن یا برای دین و دیانت یعنی هر مرد که زن انتخاب کنه همین 4 کریتریا شد برای خودش محک کرده تقلید با هم یک تیمیان میکنن بعد حضرت صلی الله علیه و سلم نصیحت کرد حضرت ابو هریره راوی حدیث ها در شخصیت ابو هریره تمام امت ها گفت فاصبر بذات دین تریبت یدا صاحب دیانت انتخاب کن و الا پشیمان میشه دست در خواب آلوده بشه و دیگه فایده نمیکنه دیانت شدیدن در کار زنان دیده که زن نماز نمیخونه روزه نمیگیره و فساد مشغوله حتما امکان باشه نصیحتش کنه و نصیحت نشید قهری که قطعش اگر دیدی نمیشه وزری بهونه آدابش بته لطش کن دیدی که به ایران نمیشه جدا شد توکلش بخیر انشاءالله همین سعی تلاش در راه پروردگار حساب میکنه و شرط همه همین اینستانسیو را گذاشتی که دیدی اسلام نمیشه گمش که جدا شد اما برای کمبودی اندک چیزای اندکی دنیا خیال میکنم که حاجت نیست برای خدای تعالی به هر کس نصیب نمیگردونه زنی صالحه را ولی بعضی‌ها شکایت میکنن اینا دخترها کلاش دیدن شونه میکنن قسم به الله قبل از همه برای همون شونه کردن اکی ای تقدیره اهمیت ندادن دختر را دیگر نکردن دختر که جای خاص رفت دختر این همه حکمی کاسه شیر داره بگذار هیچ کلام نرسیده باشش همین گرد غبار شد شیر سفیده بلوش چند میگیره همین تا میبینیش بلوش چند میگیره و اینو ما همین در زندگی تجربه کردیم دیدیم دخترهایی که پدر دارن سخت میکپن کنترلشون میکنن مادر دارن مادر آداب و اخلاقشون میآموزه والله در بلوش جمع ده صنف 7 8 میخونه و زیدیش کرده صنف 7 8 یه مردکی خوب خود خدا میدونه یا میمونن نمیمونن چی بشه به هر حال ده به یه روزی را آورده لطه درون دیسته به یه روزی را منگولی را نمیبرمش میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیبی عایشه مادر موند همون خورد به خونه پدرش بد رفت نکاحش کرد بعد که با بلاغت رسید با گرفت آوردش به یه روزی را گفته همون را زینید میکنن برای که پدر و مادر غیرت دارن ناموس دارن مقصد یک جوان مردی دارن همون دختره که خوب و صالحه تربیت کرده
اگر کردیم انشالله از این نعمت بزرگتر نمیشود. بسیار نعمتی کلونه. هزار جوانمرد گردنکش کش در دیگری خونه میاد. نه که اگر نکردیم سرباری میشه و هم در دنیا و هم فردا روز قیامت. سبحان الله. همین فسفر بذات دین تریبت یداک، صاحب دیانت انتخاب که و ایلا پشیمان بشه باید در گردن هر یک جوان مسلمان حلقه باشه و ویزان باشه، دستورالعمل حیاتش باشه، بستسلری بالای میزش باشه. به همین عمل کنیم. اگر کردیم انشالله برکت دنیا و آخرت هم میشه. من برادرمون ایشونی قاری خیلی دوستای ما، دوستای کهنه مونه، قاری دوستان وقتی که خشت واری شهوچه ای این برادری عزیزمون ایشونی قاری وقتی که جیانوش باشد دیگر هیچ جوی شک شبه نیست که الحمدلله این جوان خوب و صالح هست و یقین است که انشاءالله خاندان اهل رکوع و سجده و اهل الله هستند. هرگز اینو برای فرزند دختر به خاطر دنیاش انتخاب نمیکنن، به خاطر یعنی دیانتش انتخاب میکنن. از خدای بزرگ تمنای آن رو داریم که پروردگار به این خاندان یا دخترک صالحه رو برسونه. خداوند بین شهرچه و عروسش الفت و مودت و محبت واقعی و اسلامی را برقرار کنه. پروردگار از دامانش و فرزندای خوب و صالح و عالم و قاری و محب به دنیا بیارد. خدای بزرگ برادرایی را که در این مجلس خیر شرکت دارند و همه خیر روزای سعادت و خوشبختی روزی توی نکاحی فرزنده و نبیرهاشون برسانند. پروردگار بزرگ روزی سعید جمعه را به اهل این خانواده مبارک گرداند. خداوند محفل‌های خیر مثل محفل امروزه ما سبب ریشه‌کن شدن فسق و فساد و حرام و زنا در جامعه قرار دهید. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وصلى الله على نوری کزو شد نورها پیدا زمین از حلم او ساکت فلک از عشق او شیدا زمین از حلم او ساکت فلک از عشق او شیدا از او در هر تن شوقه از او در هر دل ذوقه از او در هر تن شوقه
از او در هر دل ذوقه، از او در هر زبان ذکره، از او در هر سر سودا، از او در هر زبان ذکره، از او در هر سر سودا. منور عالم از رویش، معطر خود و بازویش، منور عالم از رویش، معطر خود و بازویش، معنبر هر دو گیسویش، دو زلفین شبیه یلدا، معنبر هر دو گیسویش، دو زلفین شبیه یلدا. محمد احمد و محمود که وی را خالقش بستود، محمد احمد و محمود که وی را خالقش بستود. از او شد بود هر موجود، از او شد دیده ها بینا، از او شد بود هر موجود، از او شد دیده ها بینا. اگر نامی محمد را نیاوردی شفیع آن دم، اگر نامی محمد را نیاوردی شفیع آن دم، نه آدم یافتی توبه، نه نوح از غرق نجینا، نه آدم یافتی توبه، نه نوح از غرق نجینا، نه ایوب از بلا راحت، نه یوسف حرمت و خط، نه ایوب از بلا راحت، نه یوسف حرمت و حشمت، نه عیسی را مسیح آمد، نه موسی را یدی بیضا، نه عیسی را مسیح آمد، نه موسی را یدی بیضا. ز سر سینه اش جامی الم نشرح لک برخوان، ز سر سینه اش جامی الم نشرح لک برخوان. ز معراجش خبر خواهی فسبحان الذی اسری، ز معراجش خبر خواهی فسبحان الذی اسری. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. حوالی رو ثواب آیات تلاوتچی کلامی بزرگت رو، ثواب این نعت نشید را که قاریای محترم ما با سوز و گدازی بسیار پرجاذبه خوندن، ثواب امر به معروف و نهی از منکر، ثواب این نان و طعام ها را که به خاطر خوشنودی و رضای تو و خاطر احیای سنت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم صاحبای خاندان نجیب آماده کردند. اولا به درگاه بی‌نیازت بپذیر. آمین. بعدا در این روز سید جماعه که سید الایام است برسان به ارواح جمیع پیغمبران، خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم. حبیب دلها به امتاش توصیه داده است: فاکثروا علی من صلاتکم فی هذا اليوم فان صلاتکم معروضه علی. در همین روز سعید جمعه بر من صلوات بیشتر بفرسته که صلوات شما را میارن نزد من عرض میکنم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. پروردگارا اجر و پاداش این صلوات ها را به روح پیامبر صلی الله علیه و سلم، روح آن حضرت را از صاحب خانه و برادرایی که در این محفل خیر شرکت دارند شاد و مسرور گردید، خاصتا از شه بچه و فردا روز قیامت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخوردار و بنصیب سازید. بعدم برسون بر روح جمیع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، جمیع روح ارواحی که از صاحبای طعام، از برادرای شرکت کننده این محفل خیر آمین. خدای رحمت مغفرت شد. پروردگارا اون ریش سفیده و او کمپیرکایی را که
در زمانهای سخت شوروی بعد سری خود فرزندای مؤمن مسلمان باقی گذاشتن. با وجود سختی زمان سنت در خاندانشو جاری میکردن. با تأکید با یک کلمه اوبال به خدا قسم جامعه را اصلاح کردن. خداوند از دیداری بمیسونه، از شفاعت حبیب محمد صلی الله علیه و سلم نصیب شده. آمین. و خداوند به ما زنده ها هم که امکانات خیلی زیاد است، متاسفانه حوصله نداریم، غیرت نداریم، همت نداریم. یک شمع از غیرت همت همونا را نصیب گردان. سعی کنیم که بعد سری خود فرزند نبیروی مؤمن مسلمان باقی بگذاریم. پروردگار این توی مبارک گردان. مصعب جان از جمیع بلا و گزند رو حفظ کرد. واقعا نام شعبچه را نگفتن، نباشه اطراف نام مصعب خیلی صحبت میکردیم. پروردگار این نام بزرگ براش سزاوار و مناسب بگردان. خداوند یک فرزنده کش بده، فرزند خوب و صالح در خاندانش نور و صفا نازل بساز. پروردگار جمیع مراد و مقصودهای پدر و مادر و شعبچه و اهل خاندانش و مهمانانش برآورده گردان. خداوند فرزندای حلال زاده را که الحمدلله از تویها و از نکاحهای اسلامی و شرعی به دنیا میارند صف شمارهشون در جامعه زیاد گردان. زیرا بایگری و ثروت هر ملتی را علم و فرزندای بغیرت و بهیمتش تشکیل میدهند. خدایا به خاطر این محفل خیر فیض و برکات و خیرات و حسنات خویش رو هرگز از این خاندان و از این محله و از این دیار منقطع نگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین.